خب بچه ها مقیاس درسی که ما سلام، خوب هستی؟ سلام، ممنون، بفرمایید. بچه‌م لقمه‌ش رو جا گذاشت، براش آوردم. باشه، زنگ خورد بهش میدم. چشم. ممنون. جان عزیزم، مرتضی صاف بشین، صاف بشین، قوز نکن. باشه برو. باشه میرم، ولی تو قوز نکنی ها. آفرین ماما، قربونت برم. بای 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 بای. خیلی خوب، درسی که میخواستم امروز. مگه نمیگم قوز نکن؟ مامان حوله. مرسی. کی بود؟ یا ابوالفضل. مامان، بابا. یا ابوالفضل. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 2 هکتار زمین یا یه گلابی؟ تو رو خدا خوب فکر کن. تو رو خدا خر خودتی. من 2 هکتار انتخاب میکنم. صبر کنید، یه پیشنهاد جدید. 2 هکتار زمین یا یه دونه موز؟ پنج ثانیه بیشتر نمونده. با احترام به بچه ها و نوه های گلم، به خاطر هاتس خانم موز انتخاب میکنه. برای تبریک میگم، شما برنده 1 عدد موز شدید. مبارکتون باشه. مال دنیا هیچ ارزشی نداره، بیاید موز بخورید.